یه سلام دیگه و یه موشکافی دیگه. خوبین رفقا؟ راستش شما رو نمیدونم، اما این روزا یکی از کارهای ثابت بنده خندیدن به ریش صیدلیه. کار این نظام ولایت بدجوری به جای باری کشیده. همشون با نشستن پشت میز زهرخوری موافقن، اما یه عده میگن بشینیم ولی نخوریم، یه عده هم میگن هم بشینیم هم بخوریم. حضرات روحانی و ظریف، شما بزرگواران درباره ضرورت محرمانه ماندن مذاکرات با عرض پوزش دچار یک اشتباه فاحش شده و موضوع را جابجا مطرح کرده اید. آیا متن مذاکرات فقط برای مردم ایران محرمانه است و نه برای دشمنان تابلودار نظام؟ آقایان به جای آنکه انگیزه و اهداف پشت صحنه خود از پیشنهاد ارائه شده را محرمانه معرفی کنند، متن مذاکرات را محرمانه اعلام کردند. ای بابا، حرف اکبر کوسه و شیخ فری با این یابوی تابلودار صیدلی اینه که بابا کجای کاری عمو؟ صیدلی خودش گوشی دستشه. اگه همین قدرم زهر رو مزه نکرده بودیم تحریما میچلوندمون. رئیس جمهور گفت تحرک دیپلماتیک دولت در تعامل سازنده با جهان با حمایت و اعتماد رهبر معظم انقلاب در همین مدت کوتاه آثار ارزشمندی داشته است که یکی از آثار آن توقف روند فزاینده تحریم هاست. اما این همه ی حرف کوسه و دنبه بنفشش نیست. از این رکترشو چپوندن تو ستونای روزنامه ابتکار. مرگ بر آمریکا شعار دوره ما نیست. فریاد را کسی میتواند بزند که گرفتار شکمش نباشد. فریاد قدرتمند مرگ بر آمریکا مال وقتی است که تیتر روزنامه‌هایمان خبر اختلاس‌های میلیاردی و ناپدید شدن اسناد تحقیق سازمان تأمین اجتماعی نباشد. حالا که اوضاعمان این است، طبیعی است که نتوانیم خیلی فریاد بزنیم. مسئله خیلی به سیاست بین المللی ربط ندارد. ماجرا خودمانی تر از این حرف هست. حالا جان من بعد از شنیدن این جمله ها یه لحظه فیس اون یارو کله خره پاستا قاسمی رو مجسم کنید. شک ندارم پلاتین میچسبونه. وقتی بپذیری سازش رو دروغ میگن، بفهمن پای کار نیستی امشب و بفرده. حرفشون چیه؟ بخواید پشت سر رهبر و آقایی که میکنید برید، دلار شد 4000 تومان، بدتر از اینم. منتظر فشارها و پیامدهای بدتر از اینم باشید اگر بخواید پشت سر این آقا ای بابا، اون آقای مفنگی که اینا پشت سرشن حالا خودش 4 دست و پا تا پای بساط زهرخوری رفته، اما نمیدونه این سگای زنجیریشو چطور قلاده بزنه. واسه خاطر همینم است که هی دود و دم منقلشو پف میکنه تو سر و ریش بسیجی‌ها. اشاره داشتن که ما در کل مراحل مذاکره خطوط قرمز نظام رو کاملا حفظ کردیم و حاضر نشدیم در خطوط قرمز نظام مذاکره‌ای انجام بدیم. حق بهره برداری از انرژی هسته‌ای و حق غنی‌سازی از حقوق مسلم ملت ماست و اینها را قابل مذاکره نمیدونیم و روی میز مذاکره هم نمیگذاریم، نه اجازه میدیم گذاشته بشه. با این توپ چسبونا نمیشه سوراخ سنبه‌های نظام صیدلی رو پر کرد. توی بنبست تنها کاری که میشه کرد همین گیج زدن و چرخ خوردن هاست دیگه. حالا رفقا متوجه شدید چرا یکی از کارای من تو این روزا خندیدن به ریش صیدلیه؟ پاینده باشید. نشستم به هر گوشه جای من فقط تو سوراخ موشه. صیدلی مریض و پریشونه از بلا و فتنه دلش خونه.
گوش کار